راشد به هر ورځ 14 کیلومتره مزل پر همدې بایسکل کاوه او دې کورس ته به راتله، خو د دې ټولو ستړیاو ثمره یې دا شوه چې د سږني کانکور عمومي اول نمره اعلان شو. دا بایسکل کاکا جانه د چا دی او از راشد است. از راشد است. بعضی روزا می آمد در کورس بسیار ناوقت آمد. برای زنگ زدم کجاستی؟ گفت در راستم. گفتم چرا ناوقت کردی؟ گفت باسکل ما پنچر بود. گفتم چرا پنچریش نگرفتی؟ گفتم پیسه پنچری پیش من نبود. من راستی بسیار جگرم خون شد. ناوقت شده بود تا بیخی تاریکی شده بود، خفتن بود. باز ما پیشواش رفتم تا بسیار راه، باز دیدم که میاردیم و با پیاده همه تا آمدیم. بسیار ناراحت شدم. اون روز بسیار جگرخون شد. من در خانه استراحت بودم، یک موقع پسرم تلفن گرفته دویده آمد، بسیار دست و پاش میلرزید، رنگش پریده بود. برای من گفت پدرجان من اول نمره شدم. من گفتم نه نشدی. گفت نه شده. وقتی که تلفن برای من نشان داد سعی کردم، باز موقع باورم آمد که واقعا اول نمره شدم. زدتان خوب است. بخیر سلامت باشین. زنده باشین. سلامت باشین. زنده باشین. بخیر سلامت باشین. زنده باشین. سلامت زنده باشین. بخیر باشین. بشین شما. واقعا ما وقتی که اعلان نتایج دیدم یک احساسی به من رخ داد که در زندگی قسم یک احساس و قسم یک خوشحالی تجربه نکردم. واقعا ما فکر میکنم دیگه اگر حتی اگر الان از دنیا برم دیگه ما به اون اهدافی که میخواستم رسیدیم دیگه هیچ خوشحالی از بیشتر به نظرم نخواد مرا خوشحال بسازه. والله وضعیت اقتصادی بگم براتون این که خود ما در بگرام زندگی میکنیم و مرکز آموزشی دانشسرا را میفهمین که در شهر جریکار است و ما هر روز از بگرام تا به اینجا همراه بایسکل می آمدم. یعنی به او اندازه اقتصاد ما دیگه خوبتر نبود که مثلا ما همراه دیگه چیز بیام. در حدود 1 ساعت راه بود که همراه بایسکل می آمدیم. والا بایسکل خاطره تلخ بگیم شیرین بگیم. وقتی که می رفتیم ما بعد از شام هم اینجا درس می خواندیم، در این مرکز درس می خواندیم، نماز شام هم اینجا جماعت می کردیم، بعد از نماز هم اینجا درس می خواندیم و بعدش همراه بایسکل حرکت می کردیم. ما اینجا دیگه تا خانه که می رسیدیم بعد از خفتن می شد. باز یک شب بود دیگه در راه همراه سگا سر خوردیم که واقعا خیلی وقت ترسیده بودیم و دیگه واقعا یادمش نمیره.